رحیم. در این جلسه به بررسی متابولیسم اسیدهای آمینه و اختلالات مرتبط با اسیدهای آمینه می‌پردازیم. خب برای این جلسه از کتاب بیوشیمی دیسیپلین استفاده می‌کنیم و عناوینی که اینجا نوشتم برای شما به تک تک اونها اشاره خواهیم کرد و اختلالاتی که مرتبط با متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین هاست اشاره خواهد شد. همونطور که میدونیم پروتئین های مواد غذایی وقتی که وارد بدن ما میشن تبدیل میشن به واحدهای ساختاری خودشون یا همون اسیدهای آمینه و این اسیدهای آمینه تشکیل دهنده ذخیره کلی اسیدهای آمینه بدن هستند. از طرفی این منبع اسید آمینی که در داخل بدن وجود داره با فرایند نوسازی یا ترن آور پروتئین های بدن هم در ارتباط هست. خب پروتئین های بدن طی فرآیندهای سنتز مجدد و تجزیه میتونن این ذخایر اسید آمینه ای رو تغییر بدن. طی فرآیند تجزیه زمانی اتفاق میفته که بافت میخواد مثلا گسترش پیدا کنه، بافت بزرگتر بشه، پس ساختارهای قدیمی باید تخریب بشن و ساختارهای جدید به وجود بیان، یعنی سنتز مجدد. پس طی تخریب که فرآیند تجزیه اتفاق میفته پروتئین ها به واحدهای ساختاری خودشون تبدیل میشن و بالعکس برای سنتز پروتئین های جدید نیاز هستش که اسیدهای آمینه کنار هم دیگه قرار بگیرن تا پروتئین های جدید رو بسازن. در مورد مثلا پروتئین هایی مثل پروتئین هایی که توی هموگلوبین وجود داره، ما میدونیم که طول عمر مثلا سلولی مثل RBC یا گلوبول قرمز چیزی حدود 120 روزه. اتفاقی که میفته بعد از 120 روز که طول عمر این RBC تموم میشه، خب باید تخریب بشه. گلوبین اون یا همون واحده پروتئینی که در داخل ساختار هموگلوبین قرار گرفته به اسیدهای آمینه‌ای خودش تبدیل میشه و اگه نیاز داشتیم که دوباره هموگلوبینی ساخته بشه و در داخل RBC ها قرار بگیره سنتز مجدد اتفاق میفته. از طرفی در شرایط متابولیسمی مختلف ترکیبات حد و واسط به وجود میاد. مثلا طی ورزش بی‌هوازی گلیکولیز بی‌هوازی اتفاق میفته و لاکتیک اسید افزایش پیدا میکنه. لاکتیک اسید یکی از متابولیت های حد و واسطه، ترکیبات حد و واسط متابولیسمیه که به صورت غیر طبیعی میزان اون افزایش پیدا کرده و به راحتی میتونه تبدیل شه به اسید آمینی مرتبط با خودش. خب این ترکیباتی که با عنوان ترکیبات حد و واسط اونا رو در نظر میگیریم طی یک یا چند واکنش زنجیره‌ای میتونن به اسیدهای آمینه تبدیل بشن. پس پروتئین های رژیم غذایی، پروتئین های خود سازنده اسکلت بدن و ساختار و بافت های بدن و ترکیبات متابولیسمی که به شکل حد و واسط از فرآیندهای متابولیسمی به وجود میان میتونن ذخایر اسید آمینی رو پر یا خالی کنند. از طرف دیگه اسیدهای آمینه وقتی دچار کاتابولیسم بشن میتونن ترکیب دفعی به نام اوره رو به وجود بیارن. یک اسید آمینه حداقل یک گروه آمین داره. میدونیم که بعضی از اسیدهای آمینه مثل اسیدهای آمینه قلیایی بیش از یک گروه آمین داشتن، ولی 20 اسید آمینه استاندارد حداقل یک گروه آمین دارن که به شکل یون آمونیوم و نهایتاً به شکل دفعی اوره میتونه دفع بشه. اسیدهای آمینه توی ساخت بعضی از ترکیبات اختصاصی مثل پورین ها، مثل پیریمیدین ها، مثل کراتین، مثل ترکیبات هم، مثل ملانین و بعضی از هورمون ها و نوروترانسمیترها نقش دارن. خب باز همونطور که میبینیم پورین هایی که قسمتی از اون ساختار
حلقویشون از اسیدهای آمینه به وجود اومده، طی فرآیندهای دفعی، طی فرآیندهای کاتابولیسمی میتونن متابولیت دفعی اسید اوریک رو ایجاد کنن. و کراتینین هم از کراتین به وجود میاد، اونم یک ترکیب دفعیه. ترکیب اوره، اسید اوریک و کراتینین، چون در همه این سه تا ساختار ما نیتروژن رو داریم، تغییر غلظت این ترکیبات دفعی تعادل نیتروژن رو مشخص میکنه. تعادل نیتروژن میتونه مثبت باشه یا منفی باشه. تعادل مثبت نیتروژن زمانی هست که ما دریافت ترکیبات نیتروژن دارمون بیشتره، ترکیبات اسید آمینی رو بیشتر دریافت میکنیم. مثلا تو رژیم غذاییمون داریم پروتئین بیشتری استفاده میکنیم. یا طی بارداری که به واسطه‌ای که رشد جنین وجود داره و مادر نیاز داره به پروتئین بیشتر، پس از مواد پروتئینی بیشتری استفاده میکنه. یا در فرآیند رشد که کودکان دارن رشد میکنن نیاز به پروتئین دارند، پس در این موارد تعادل نیتروژن مثبت داریم. تعادل نیتروژن منفی مال زمانیه که نیتروژن زیادی رو از دست میدیم، مثلا توی تروما، توی جراحی ها، توی ترمیم بافت، توی بلدینگ. این موارد مواردیه که دفع اسیدهای آمینه و پروتئین ها بیشتر از جذبه، پس تعادل منفی نیتروژن به وجود میاد. خب به طور کلی اسیدهای آمینه و پروتئین ها وقتی وارد سیستم جی آی یا دستگاه گوارش میشن، در حفره دهانی اتفاق خاصی برای اونها نمیفته و ما پروتئازی در حفره دهانی نداریم و مری هم به عنوان یک کانال عمل میکنه و خب خیلی در فرآیند هضم تاثیرگذار نیست تا اینکه پروتئین ها میرسن به معده. در معده پی‌اچ به شدت پایینه. سلول های معده میتونن گسترین رو ترشح کنند. جی سل ها گسترین رو ترشح میکنن. همچنین HCl توسط پریتال سل ها ترشح میشه و محیط رو به شدت اسیدی میکنه و پپسینوژن ها از سلول های چیف سل ترشح میشند. به واسطه محیط پی‌اچی به شدت اسیدی، پپسینوژن ها تبدیل میشن به پپسین. نتیجه این عمل میشه که در واقع پروتئین ها شروع کنن به تجزیه شدن. خب به دنبال اون ما ترشح سکرتین رو به خون داریم. وقتی که این اتفاقات میفته سکرتین به خون ترشح میشه و پیامی رو انتقال میده به پانکراس که پانکراس به دنبال اون ترشح بیکربنات رو به دنبال خواهد داشت. با ترشح بیکربنات محیط روده باریک به سمت خنثی شدن و قلیایی شدن پیش میره. در ادامه انتروپپتیدازها از جداره روده ترشح میشن به داخل لومن و همچنین پانکراس زیموژن های خودش رو آزاد میکنه، مثل تریپسینوژن، پپسینوژن، کیمیوتریپسینوژن و پروکربوکسی پپتیداز A و B و پرو الاستاز که همه اینها زیموژن هستند، یعنی شکل غیر فعال آنزیم هستند که باید به شکل فعال در بیان. مثلا کیمیوتریپسینوژن باید تبدیل شه به کیمیوتریپسین که شکل فعال اون هست. پپسینوژن باید تبدیل شه به پپسین. تریپسینوژن باید تبدیل شه به تریپسین. پرو الاستاز باید تبدیل شه به الاستاز که فعاله و پرو کربوکسی پپتیداز A و B باید تبدیل شن به کربوکسی پپتیداز A و B. استارت اولیه فعال شدن همه این زیموژن ها رو تریپسین میزنه و به واسطه عملکرد هضمی تریپسین هستش که بقیه زیموژن ها به شکل فعال در میان. خب هنوز از این اسلاید دور نشدم، من بهتون بگم که یکی از
بیماری هایی که ما در این قسمت میتونیم داشته باشیم پانکراتیت حاده. در پانکراتیت حاد چه اتفاقی میفته؟ به واسطه اینی که مجرای ترشح کننده لیموژن های پانکراس به دلایل مختلف ممکنه مسدود بشه. حالا میتونه تومور باشه مثل سرطان پانکراس و تومورهای جلوی اون داکت رو میگیرن، یا اینکه سنگ هایی باشه که در این مجرا قرار میگیرن، موانع فیزیکی باشه، بیلداپ کردن یا تجمع لیموژن ها در لومن یا داکت مربوط به پانکراس باعث میشه که لیموژن ها به لومن روی باریک نریزند و در داخل همون پانکراس فعال بشند، به شکل فعال خودشون در بیان. و چون این شکل‌های فعال پروتئین ها رو هضم میکنند، شروع کنن به تخریب ساختار پروتئینی پانکراس. طبیعتاً سلول ها دچار نکروز میشن و هر چقدر زمان این گرفتگی و میزان این گرفتگی بیشتر باشه، میزان آسیب بیشتر خواهد بود. و از اونجایی که پانکراس غیر از این ترکیبات لیموژن در ترشح بعضی از هورمون‌های مهم مثل انسولین و گلوکاگون نقش داره، طبیعتاً ما با مشکلات متابولیسمی عدیدی روبرو خواهیم بود. خب توی این اسلاید ما اسیدهای آمینه ضروری، اسیدهای آمینه غیر ضروری و اسیدهای آمینه ضروری شرایطی رو داریم. اسیدهای آمینه غیر ضروری اسیدهای آمینه‌ای بودند که بدن قابلیت سنتز اونا رو داشت. همونطور که می‌بینید از سمت راست من این اسلاید رو بررسی می‌کنم، از سمت چپ ببخشید، از سمت چپ اینو بررسی می‌کنم. گلوکوز 3-فسفوگلیسرات رو می‌سازه. 3-فسفوگلیسرات یه ترکیب حد و واسط توی متابولیسم گلوکوز بود، توی فرایند گلیکولیز وجود داشت. 3-فسفوگلیسرات با تغییراتی طی چند مرحله میتونه سرین رو ایجاد کنه و سرین میتونه گلایسین رو تولید کنه. در ادامه در انتهای گلیکولیز ما پیروات رو داریم. پیروات میتونه اسید آمینی مثل آلانین رو ایجاد کنه. با یک انتقال گروه آمین به سادگی پیروات تبدیل به آلانین میشه. در واقع پیروات آلفا کتو اسید آلانین هست. یعنی آلانین آمین رو ازش اگه بگیریم میشه پیروات و بالعکس پیروات اگه آمین بگیریم میشه آلانین. پس آلفا کتو اسید آلانین پیروات هست و پیروات میتونه آلانین رو به راحتی به وجود بیاره. همینطور در مورد اگزالو استات، پیروات اگه بخواد وارد کرپس بشه تبدیل میشد به اسیتیل کوئی و بعد به اگزالو استات اضافه میشد. یعنی اینکه اگزالو استات از پیروات کربوکسیلاز به وجود میاد. یک دونه بیکربنات روی پیروات بشینه اگزالو استات رو ایجاد میکنه. از یک ترکیب 3 کربنی یک ترکیب 4 کربنی به وجود میاد. اگزالو استات آلفا کتو اسید آسپارتات بود. پس به راحتی با دریافت یک گروه آمین میتونه آسپارتات رو ایجاد کنه. آسپارتات هم به راحتی میتونه آسپارژین رو ایجاد کنه با یه آمین بیشتر که دریافت میکنه. و همچنین ترکیب مثل آلفا کتوگلوتارات، آلفا کتوگلوتارات آلفا کتو اسید گلوتاماته، یعنی با دریافت یک گروه آمین تبدیل میشه به گلوتامات. آلفا کتوگلوتارات از متابولیت های چرخه کرپس بود که با دریافت یک گروه آمین گلوتامات رو ایجاد میکنه. حالا این گلوتامات با دریافت آمین دوم میتونه گلوتامین رو ایجاد کنه یا با تغییرات دیگه‌ای که حالا بعداً جلوتر اشاره خواهیم کرد میتونه پرولین رو ایجاد کنه. اینا شدن اسیدهای آمینه غیر ضروری. اما اسیدهای آمینه ضروری که در سمت راست این شکل شما میبینید
مثل والین، لوسین، ایزولوسین، متیونین و بقیه اسیدهای آمینه، این اسیدهای آمینه باید حتما از رژیم غذایی به دست بیان. مثلا متیونین میتونه سیستئین رو تولید کنه در شرایط خاص. سیستئین از سرین هم به وجود میاد. پس اگر شرایطی به وجود بیاد که ما نیاز به سیستئین بیشتری داریم، در این شرایط سیستئین دچار کمبود شده. پس باید از منابع اسیدهای آمینه ضروری یا اسیدهای آمینه غیر ضروری به وجود بیاد. در این شرایط اسید آمینه سیستئین ضروری شرایطی است. یا اسید آمینه فنیل آلانین که اسید آمینه ضروری است، میتونه اسید آمینه تیروزین رو به وجود بیاره، اونم در شرایط خاص، مثلا در پیکایو، فنیل کتونوری که فنیل آلانین نمیتونه تیروزین رو به وجود بیاره، اینجا دچار کاهش تیروزین میشیم. پس از اسید آمینه ضروری فنیل آلانین باید بتونیم ما توسط آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز تیروزین رو به وجود بیاریم. تیروزین اسید آمینه‌ایه که برای بعضی از واکنش‌های متابولیسمی و برای بعضی از ترکیبات به شدت مورد نیازه. همچنین اسید آمینه آرژینین هم میتونه از گلوتامات به وجود بیاد که به مرور جلوتر به متابولیسم تک تک این اسیدهای آمینه اشاره خواهیم کرد. خب یکی از اسیدهای آمینه مهم و ضروری بدن گلوتاماته. گلوتامات بیشترین حجم اسیدهای آمینه آزاد بدن رو به خودش اختصاص میده. گلوتامات خودش به تنهایی یک نوروترانسمیتر تحریکی است، عکس گاما آمینوبوتیریک اسید. گلوتامات اگر دآمینه شود، یعنی آمین از روش برداشته بشه، الفا کتوگلوتارات رو به وجود میاره. قسمت چپ این اسلاید. و اگر آمین دومی دریافت کنه، میتونه گلوتامین رو ایجاد کنه. این واکنش ها توسط آنزیم هایی کاتالیز میشه. پس الفا کتوگلوتارات توسط یک واکنش دو طرفه به واسطه کاتالیز آنزیم گلوتامات دهیدروژناز میتونه گلوتامات رو ایجاد کنه. طی این واکنش دو طرفه چیزی که جابجا میشه آمینه. الفا کتوگلوتارات یک الفا کتو اسیده، ترکیبی که فاقد آمینه. اگر آمین رو دریافت کنه میشه گلوتامات توسط گلوتامات دهیدروژناز. طبیعتاً در این فرآیند آنزیم گلوتامات دهیدروژناز نیاز به کوآنزیم ویتامین B3 داره، NADPH H مثبت، و گلوتامات میتونه تبدیل شه به گلوتامین توسط آنزیم گلوتامین سنتتاز با مصرف ATP و انحشار مثبت. ولی معکوس این واکنش توسط آنزیم گلوتامیناز کاتالیز میشه. گلوتامیناز این واکنش رو کاتالیز میکنه. خب در این اسلاید ما در سمت چپ سیکل گلوکوز آلانین رو میبینیم. در سیکل گلوکوز آلانین چه اتفاقی میفته؟ وقتی که در عضلات فعالیت فیزیکی اتفاق میفته و میخواد عضلات دچار ترناور طبیعی خودشون بشن و سوخت و ساز اسیدهای آمینه اونجا اتفاق میفته، لاجرم یون انحشار مثبت به وجود میاد از تجزیه اسیدهای آمینه که این انحشار مثبت به شکل گلوتامات خودشون نشون میده و این گلوتامات یک واحد انحشار مثبت در ساختار خودش داره که توی همون عضلات توسط آنزیم ALT
یا آلانین آمینوترانسفراز این آمین رو به ترکیب پیروات میده و پیروات رو تبدیل میکنه به آلانین و خود گلوتامات تبدیل میشه به آلفا کتو اسید خودش که همون آلفا کتو گلوتاراته. این آلانین محیط عضله رو ترک میکنه، میاد داخل گردش خون و انتقال پیدا میکنه به کبد. اونجا فرایند معکوس میشه و آلانین دوباره آلفا کتو اسید خودش یا همون پیروات رو به وجود میاره و از آلفا کتو گلوتارات کبدی گلوتامات به وجود میاد، ALT کبدی یا آلانین ترانسامیناز کبدی. خب این آمینی که اینجا آزاد میشه به شکل انحاشار مثبت وارد سیکل اوره میشه و نهایتا اوره رو در داخل کبد به وجود میاره. اما پیرواتی که در داخل کبد به وجود اومده طی فرآیند گلوکونئوژنسیس منجر به تولید گلوکوز میشه و گلوکوز وارد گردش خون میشه و به عضلات انتقال پیدا میکنه تا طی فرآیند گلیکولیز پیروات رو به وجود بیاره. این فرآیند، این سیکل رو میگیم ما سیکل گلوکوز آلانین. پس دو آنزیم کلیدی ما داریم، ALT یا آلانین ترانسامیناز و AST یا آسپارتات ترانسامیناز. در مورد ALT صحبت کردیم، گفتیم که پیروات آلانین، پیروات یک آلفا کتو اسیده، با گرفتن گروه آمین میتونه آلانین رو ایجاد کنه که یک اسید آمینی استاندارده. طی این فرآیند ترانس آمیناسیون گلوتامات تبدیل به آلفا کتو گلوتارات میشه. اما در واکنش بالایی اوگزالو استات رو داریم که توسط آسپارتات ترانسامیناز تبدیل میشه به آسپارتات. اینجا هم یک فرآیند ترانس آمیناسیون اتفاق میفته و گلوتامات و آلفا کتو گلوتارات در انجام اون نقش دارند. آسپارتات میتونه آمین دومی رو دریافت کنه و تبدیل شه به آسپارژین، ولی برای این واکنش ما نیاز به ATP داریم. ATP تبدیل میشه به AMP، معادل 2 تا ATP مورد استفاده قرار میگیره. این واکنش آنزیمی آسپارژین سنتزاز نامیده میشه و عکس این واکنش آنزیمی توسط آسپارژیناز واکنش شماره 3 اتفاق میفته، یعنی آسپارژین تبدیل میتونه بشه به آسپارتات و آمونیاک به شکل انحاشار مثبت آزاد بشه. خب دیدیم که ایون انحاشار مثبت در داخل سلول های کبدی انتقال پیدا میکرد. تو این شکل ما میتوکندری سلول های کبدی رو میبینیم که سیکل اوره در ارتباط با ماتریکس میتوکندری سلول های کبدی هست. قسمتی از اون، قسمت کوچیکی از اون در ماتریکس میتوکندری سلول های کبدی اتفاق میفته، بقیهش در سیتوپلاسم اتفاق میفته. در هپاتوسیت ها یا سلول های کبدی یون انحاشار مثبت که با کادر آبی رنگ اینجا مشخص شده در داخل ماتریکس میتوکندری از منابع مختلف دریافت میشه. به عنوان مثال گلوتامین از بافت‌های خارج کبدی آمونیاک رو انتقال میدند و وقتی گلوتامین وارد سلولای کبدی شد در ماتریکس سلولای کبدی، در ماتریکس میتوکندری سلولای کبدی توسط گلوتامیناز گلوتامات رو به وجود میاره و انحاشار مثبت. از طرف دیگه عضلات آلانین رو میساختند و آلانین طی ترانسامیناسیون که اتفاق میافتاد گلوتامات رو به وجود می آورد. این گلوتامات به ماتریکس میتوکندری انتقال پیدا میکنه و توسط گلوتامات دهیدروژناز انحاشار مثبت رو آزاد میکنه. و راه سوم اوگزالو استات. اوگزالو استات
از آسپارتات به وجود میاد و آسپارتات هم از اگزالوآسیتات به وجود میاد. پس آنزیم AST یا آسپارتات آمینوترانسفراز اینجا نقش داره که این دوتا ترکیب رو به همدیگه تبدیل میکنه. اگزالوآسیتات رو میتونه آمیندار کنه و آسپارتات رو به وجود بیاره. خب انحاشار مثبتی که وارد میتوکندری سلولای کبدی شده با دریافت H3O3 یا همون یون بیکربنات 2 واحد ATP توسط آنزیم کربامیل فسفات سنتتاز 1 تبدیل میشه به کربامیل فسفات. کربامیل فسفات ترکیبی است که وارد سیکل اوره میشه. این چرخه ای که پایین میبینیم سیکل اوره است و شامل 4 مرحله کلیه که به تک تک این مراحل اشاره میکنیم. فقط دقت داشته باشید که فقط یک مرحله از چرخه اوره در داخل ماتریکس میتوکندری اتفاق میفته، اونجایی که کربومیل فسفات قراره به اورنیتین اضافه بشه و سیترولین رو ایجاد کنه و سیترولین ماتریکس میتوکندری رو ترک میکنه میاد داخل سیتوپلاس. در قسمت سمت چپ فرمول مولکولی اوره رو برای شما آوردیم. CO2 که از بیکربنات تأمین میشه به علاوه 2 تا یون آمونیوم یا 2 تا NH3 مثبت اوره رو به وجود میاره و آب. در ساختار اوره 2 یون آمونیوم وجود داره. خب در نمای دیگه میبینیم که انحاشار مثبتی که از منابع مختلف در ماتریکس میتوکندری سلولای کبدی به وجود اومد، میتونست این منبع آلانین باشه، میتونست گلوتامات باشه، میتونست گلوتامین باشه، توسط آنزیم کربامیل فسفات سنتتاز 1 با مصرف 2 تا ATP CO2 از بیکربنات کربامیل فسفات رو میسازه. در ساختار کربامیل فسفات ما هم پیوند انیدری داریم هم پیوند آمیدی داریم که پیوند انیدری جزء ترکیبات پر انرژی ما بود، پیوندهای پر انرژی ما بود. خب از 4 مرحله آنزیمی اولین مرحله اورنیتین ترانس کربومیلازه که طی اون گفتیم تنها مرحله هم هستش که در داخل ماتریکس میتوکندری سلولای کبدی اتفاق میفته. از اورنیتین سیترولین به وجود میاد. اگه خاطرتون باشه اورنیتین و سیترولین جزء اسیدهای آمینی غیر پروتئینی ما بودند. اورنیتین و سیترولین. پس اورنیتین کربومیل فسفات رو دریافت میکنه و سیترولین رو میسازه. سیترولین ماتریکس میتوکندری رو ترک میکنه میاد داخل سیتوپلاس. توسط آنزیم آرژینینو سوکسینات سنتتاز با دریافت یک آسپارتات با مصرف یک ATP که تبدیل میشه به AMP که معادل 2 تا ATP هست ترکیب آرژینین و سوکسینات به وجود میاد. در ساختار آرژینین و سوکسینات ما 2 تا ترکیب آمین داریم که یکی از اونها از آسپارتات به وجود اومده، اون یکی از یون آمونیومی که از ماتریکس میتوکندری خارج شده اضافه شده، نشأت گرفته. پس آرژینین و سوکسینات. آنزیم بعدی آرژینین و سوکسینات لیازه یا اسم دیگه‌ای که برای اون در نظر میگیرن میگن آرژینین و سوکسیناز. این آنزیم از آرژینین و سوکسینات آرژینین و فومارات رو میسازه. فومارات از همینجا انتقال پیدا میکنه به سیکل کربس ولی آرژینین مسیر رو ادامه میده. آرژینین توسط آرژیناز اوره رو به وجود میاره و اورنیتین سیکل بعدی اوره رو شروع میکنه. پس متابولیت دفعی اوره در
سیتوپلاسم سلولای کبدی یا هپاتوسیت ها به وجود اومد. خب اسیدهای آمینه مختلف همونطور که تو این شکل میبینیم میتونن دآمینه بشند. گروه آمین ازشون رو جدا بشه، به شکل انحاشرا مثبت که شکل دفعی است در بیاد. انحاشار مثبت یا یون آمونیوم به شدت سمی است، پس نمیتونه به همین شکل باقی بمونه. حتما باید در ساخت ترکیب بی‌ضرر و فعالی به شکل اوره تبدیل بشه که بتونه دفع بشه. اما میبینیم که مثلا آسپارژین توسط آسپارژیناز آمونیاک خودش رو آزاد میکنه، گلوتامین توسط گلوتامیناز، گلوتامات توسط گلوتامات دهیدروژناز، ترئونین دهیدراتاز، سرین دهیدراتاز، هیستیداز، گلایسین توسط یک کمپلکس آنزیمی تجزیه کننده گلایسین و بقیه اسیدهای آمینه توسط آمینو اسید اکسیدازها. بعضی از این آنزیم‌های مهمی هستند که در فرآیندهای متابولیسمی نقش بسزایی دارند و بیماری‌هایی هم در ارتباط با نقص این آنزیم‌ها وجود داره که به تک تک اونها اشاره خواهیم کرد. فقط دقت داشته باشید که فرآیند ترانسامیناسیون با فرآیند دآمیناسیون اکسیداتیو که آمینو اسید اکسیدازها انجام میدن فرآیند کاملا متفاوتی است. ترانسامیناسیون یعنی انتقال یک آمین از روی یک اسید آمینه به یک آلفا کتو اسید دیگر، به طوری که از اون اسید آمینه آلفا کتو اسید مرتبط با خودش به وجود بیاد. مفهوم این جمله اینه که همونطور که توی اسلاید قبل دیدیم آلفا کتو گلوتامات رو به وجود می آورد، یعنی یک آمین دریافت می کرد این آلفا کتو اسید تا بتونه گلوتامات رو به وجود بیاره. این آمین از کجا می اومد؟ مثلا از اسید آمینه آلانین می اومد. آلانین تبدیل می شد به پیروات تا آلفا کتو گلوتارات تبدیل شه به گلوتامات. این فرآیند رو می گفتیم ترانسامیناسیون. اما دآمیناسیون اکسیداتیو یعنی فقط کنده شدن آمین و حذف اون، نه انتقالش روی یک آلفا کتو اسید دیگر. خب همه اسیدهای آمینه یعنی منظورمون 20 اسید آمینی استانداردی که داریم دچار ترانس آمیناسیون میشوند. ترانس آمینازها فرآیند انتقال آمین رو انجام میدهند به جز 2 اسید آمینه، ترئونین و لوسین. پس برای 18 اسید آمینه باقی مونده ما ترانس آمینازهای اختصاصی رو داریم که میتونن گروه آمین رو بین یک آلفا کتو اسید و یک اسید آمینه جابجا کنند. در واکنش شماره 2 گلوتامات رو میبینید و آلفا کتو گلوتارات. گفتیم آنزیم گلوتامات دهیدروژناز نقش بسزایی در فرآیند ترانسامیناسیون داره و ترانسامیناسیون بین 2 آلفا کتو اسید و 2 اسید آمینه اتفاق میفته. در واکنش سوم آمینو اسید اکسیدازها رو داریم که یک واکنش چند مرحله‌ای است که طی اون یک آلفا آمینو اسید به متابولیسم به خودش تبدیل میشه و طی این فرایند آمین به آلفا کتو اسید دیگه انتقال پیدا نمیکنه و آمین مستقیما یا دفع میشه یا به شکل‌های غیر فعالی تبدیل خواهد شد. اما گفتیم که وقتی که چرخه اوره رو استارت میزنیم، یعنی اورنیتین تبدیل میشه به سیترولین و بعد آرژین و سوکسینات به وجود میاد و بعد آرژینین به وجود می اومد. وقتی که آرژینین و سوکسینات توسط آرژینین و سوکسینات لیاز تجزیه میشد 2 ترکیب رو به وجود می آورد، آرژینین و فومارات. آرژینین سیکل اوره رو ادامه میداد تا دوباره به اورنیتین تبدیل شه، اما فومارات در قسمت راست این تصویر
می‌بینید که وارد سیکل کربس شده، چرخه کربس رو فعال میکنه. پس